بیامادی خنده شود از خنده خندی دل مرده ها دل زنده شود از خنده خندی دل مرده ها دل زنده خنده خنده ای خنده. السلام علیکم تماشابینان، هواداران، مخلصان تابی خوشگوارا. اینک این شام دوستان عزیز و ارجمند طریق تلویزیون دوست داشته ما و شما سفینه برنامه شادانه را برای شمایان عزیز تقدیم می‌داریم. تماشاگران عزیز و ارجمند در این برنامه گفتیم ما مهمان داریم. اینک هر یک نفر از خرد تا کلان ما البته می‌دونیم که یک سالهای پیشین گوییم یک تئاتر استودیو آچه بیکه و زیکه بودن. در تمام تالارها مردم دائما پر بود و تالار. هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان جمعه خان سیراجوف را ما امروز دعوت کردیم. یک قرصک زنید عزیزان، ما با دعای نیکی همین نفر را برنامه را باز هم آغاز می‌کنیم. مرحبا استاد، کنی بیایید. مرحبا. سلام علیکم برادر عزیز. سلامت باشید. سلامت باشید. شما چخیر؟ رحمت استاد جان. شما بسیار شدم که شما را ساق و سلامت در صحنه می‌بینم. خوش آمدید. سلامت باشید. بسیار خوشنودم، خرسندم که شما دعوتی ما را پذیرفته آمدید امروز. سلام. من باوری کامل دارم که در هفته برنامه ما از شما البته حجوی حالتی و واقعه‌های عجیبی که با شما رخ داده است. یعنی که من میدونم که هنگامی که در فرصت‌های آچی و بیکه و زیکه میگفتن باید تالار میکفید اون وقت. سلامت باشید. سلامت باشید. خب استاد همین فرقیت نقشی مرد بازیدن دشوار نقشی زنه می؟ نقشی مرد بازیدن به فکرم خیلی آسان‌تر است از اونی که نقش زن می‌آفری. لباس زن پوشیدن خودش یک پرابلمه خیلی میگه. پرابلمه. زن‌هاشون دیتون میمونه. برای همین من خیلی که میدونم نقش مرد بازیدن چون که خودمون مرد هستیم. بله. و دیگر یگان خاراکتر نمی‌کنیم، نه که برای بازیدن نقش زن‌ها ما باید جستجو کنیم. بله. یعنی ابرازها آفریم، خاراکترها آفریم، یعنی که خودمون تماما آدمی دیگر کنیم. واقعا امروز آچه بیکه و زیکه کجا شدن؟ آچه بیکه زیکه حاضرم وجود دارن و ما به نزدیکی برای آنکه کنی بینیم ما را چخیل مردم باز قبول میکند ما یک سفر هنری داشتیم به شهر کولاب. خواستیم که یک مرتبه دیگر کنی بینیم که همین آچه بیکه زیکه فراموش شده است یا که مردم باز قبول دارن. باور کنید مخیم جان خیلی که در دوره پیش ما رو قبول میکردن همین خیل باز در کولاب شهر ما رو با قرصک ها و با گلدسته ها قبول کردن، پیش باز گرفتن و ما خرسند شدیم که حالا هم ما گویا که جوانیم، پیر نشدیم. استاد همون دیالوگ هایی که بین یکدیگر داشتتون این زمانه به فکر من دیگر شده که چون با وقتا دیگر بود. بله. مخیم جان خودتون که هنرمند هستید میدونید که هر یک روز برای هنرمند یک چیز عجایبی پیشنهاد میکند. خوبی صحنه آچه بیکه زیکه در اون است که ما میتونیم که هر روز رنگ و رنگ یعنی که صحنه ها پیشکش کنیم به مردم. برای که هر روز واقعه ها دیگر خیل میشود. یعنی که ما از واقعه های امروزه گرفته صحنه ساخته باز این را به مردم پیشکش میکنیم. استاد اگر سری مخفی نباشد همون دیالوگ ها رو کی می نوشت برای شما؟ دیالوگ ها رو خودمون. خودتون می نوشت؟ خودمون می نوشتیم. برای اون که البته در تاجیکستان ما دراماتورگ ها بسیار هستند، من نمیگم که نیستند، لیکن اونهایی که برای ما می نویسند با ما بیشترش معقول نمیشد. برای همین از خودمون که می نویسیم خودمون برای خودمون ایجاد میکردیم و برای ما خیلی آسان‌تر می نمود. آیا بار شده است که آچه بیکه زیکه سرود خوانده باشند در صحنه؟ بله. یعنی که آچه بیکه زیکه نیو ما وقتی که در صحنه بازی میکردیم یک صحنه داشتیم مست همه ما بازی میکردیم. این ما از زبان مردها بازی میکردیم البته، لیکن سرود میخوندیم. مست همه میدانیانه خیلی یک گوه بود. بعد میخستند و در تالار رقص میکردن با اصلا با یک مرتبه با همین را خونید. همین قهرمان ها یعنی که دو زن همسایه اند و یا همسایه از کجا پیدا شد؟ ایده کی بود؟ اساساً این در همه محفل ها در همه وقتی که با ما هم صحبت می شوند میپرسند
این ایده میرزاوطن میرو بود استاد ما که آن وقت سرکارگردانی تئاتری سیدعلی ولیزاده بودن حاضر ارتیست خلقی تاجیکستان لوریات مکافات رودکی بسیار یک شخص سختگیر بودن بله بسیار انسانی سختگیر بودن در مسئله کار و فکرم از میرزاوطن میرو دیده یگان کس اینقدر سخت نمیگرفت برای همین وقتی که عرفه 8 مارس بود میرزاوطن میرو گفت که هر کس هنرمندو چی هنری که دارد برای 8 مارس برای مادران آماده کند بعد در همین وقت من برای اومدم یک گازت خوندم که در گازت صحبت پیرهای دهه من از جمعه قدوس بود همین کمک نویسندگی بود همین را من خوندم و خیلی که به من معقول شد بعد همین را خونده اومدم خونه طالب جان بابایی وقتی بود وای بود یعنی عبید بود نصف روزی ما همین را خوندیم و هر دو یک جایی بعد از زن وای پرسیدیم که همین زنها در همین توی میروند چیکار میکنن بعد وای نقل کرد وای هم نفهمید ما هم نمیفهمیدیم وای هم نفهمید که این چی گپه بعد هم وای نقل کرد این زنها میروند این خیل میکنن لباساشون علیش میکنن و بعد جنگ میشه گازبارهایی که تیکشون میشه اینش میمونه در طبق این طبق اینجا بعد جنجال میشه و اون منم خیل نقل کرد بعد ما اومده آهسته همینه یک صحنه کلان کردیم اون وقت اوچه بیکه و زیکه نبود اوچه بیکه و زفرخون بود نام یک مرد برای همین بعد ما گفتیم اوچه بیکه اوچه زیکه چون که اکثریت بیکه و زیکه این ویان دوگانیکو زهرا و فاطمه هستن که همین خیلی بیکه و زیکه هم هستن بعد ما بیکه و زیکه کردیم و همین خیلی صحنه اوچه بیکه و زیکه بعد پیدا شد باشد استاد اکنون یک دو لطیفه ها برای تماشاگران عزیز و ارجمند من گفتنی هستم اینجا البته دوستان عزیز و ارجمند تماشاگران گرامی قدر البته برنامه با لطیفه‌اش باز هم زیبنده است اینا برامین خب میگذاریم یک رئیس کارخانه اکنون این زمانه ببینید رئیس کارخانه اگر مثلا گیریم بیرون از وقتی کاری یک لطیفه گوید همون گرد و اطرافنگی کارگرا خنده آور باشدم نباشدم باید خندیدن در کار چون که رئیس یک رئیس لطیفه میگوید ها 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 میخندند یک نفر هم توی سود است نمیخندد بعد رئیس نگاه کرده ها شما نخندیدید نفهمیدید میگفتم نه رئیس من عریضه نوشتگی حتی رفتم ما فرقش نیفته است کار ببینید دوستان عزیز اکنون جوانانی که دانشگاه ختم میکنند البته دیپلم وقتی که میگیرند آنها جای کار میکنند یک نفر به نزد سردار کارخانه آمده است در را تق میکند مرحمت در آمده است السلام علیکم رئیس جان السلام علیکم و علیکم سلام کارخانه ما به تازگی ماده اول به میستد لوی در به پای افضلتون تازه کردید میگفتند البته تازه کردم هر دوش تازه کردم گفتند رئیس چی گفتن ماده دوم به راستگویی میستد لوی در ما به یگان چی نکش ما تازه کنید جواب شما باز یک نفر دیگه همین خیلی خاطرم با اومد یک جوان بعد از ختم دانشگاه یک کارخانه با آمدن شما کجای ختم کردی من مالیه ختم کردگی بهترین مالش ما با همین خیلی شما برین دیپلمش سرخ باباهای خوب و اعلی خواندگی در کار مالش کار بدارید مرامت شما از همین روز اعتبارا چی میگوید سرمحاسب بچه حیران سرمحاسب بله معاشتان چند پول $10,000 گفت است این $10,000 یک کارخانه خوردکک به $10,000 گفت البته شما به مالیچی های علاچی میبیاد حسابش هم یاری کنید استاد یگان واقعه های عجیبه که از حیات یا اینکه مثلا سفرهای هنری داشتیتان یگان چه نقل کنید یک شنویم همین درباره نقل کردید که در اول درباره چخیل یک مرد در وای راهبر قطعی چخیل بود اولش وقتی که راهبر لطیفه میگوید باید که همه خندن انا می انیکدوت نیو انیق شدگی انیق دود یعنی کاری که شدگی بله یک رفیق دارم نگه که بگویی میشد سردارو آدمای کلان شونده جمع میشدند و بعد میگم من دعوت میکردن وظیفه من همین بود که
من باید انکدوت گویم انکدوت لطیفه گویم گویم. و یا خواندن خب و یا یعنی که خوردنشون باز خوبتر شود خیلی میگه همین خیلی دعوت میکنن بعد وای چیزا خیلی در کسم 10 تومن 5 تومن 20 تومن 100 تومن میانداختن رحمت میگفتم یک روز میگه رفتم میگه همین کانون شونده ها همه سرجم خورده استن این میگه گوشت ببینی خیلی همه چیز هست همه چیز هست همه چیز هست خورده استونن ما انکدوت گفتم کسی گوش نمیکند کسی نمیخندد من همین انکدوت گفتم خیلی شد که من در بالای همون خوجه اینایی که اومده بودن کو راهبر من در بالای ویا راهبر شدم چرخ فلک ببینید که من در بالای ویا میگه راهبر شدم بعد بگم شتم یک بگه شتم بعد من انکدوت گفتم همون انکدوتایی که وقتی که لطیفه‌ای که واقعا نمیخندن همونا گفتم دیگه ویا ای رئیس ای مردم ای رئیس مردم ای خندر مردم ای رئیس بکنید ای مردم ای خندر بعد من گفتم روتون چیو همون وقتی که من رئیس نبودم همین لطیفه رو نقل میکردم نمیخندیدین اگه من رئیس شدم بعد میگم شما مردم ای خندر همین خیلی بوده است زندگی همین بوده. بله استاد اکنون یک چیز دیگر رو ما باید بگوییم که هستن مردمی که لطیفه رو خوشرو نقل میکنن بله لطیفه خنداور نباشن و ها خوشرو نقل میکنن میگذرد وای میخندن هستن لطیفه بسیار خنداور لیکن نقل کرده نمیتونن هم خیلی شماست کن اینک میز جراحی در حجره جراحی یک نفر خوب کردگی سری وای 6 نفر همین خیلی جراحی دارند سر دکتر همون یعنی که سر جراح همونجا به داوتوز دارد از پایش تو ما اینا گم کردیم این رفتی گم شدی ساست میخیل مدسسترا ها یعنی که خواهرای شغل داوتوز همین شرایط همین کی اکنون و آدم میبرفتگی بریم همه داوتوز همین فرصت به در کشاده شده سو قراولی بیمارخانه اکای دکتر زنتان شما به خوراک فساندگی وقتی خوراک می حاضر این کسل دیسادت کن بیا مراد حاضر دو طرف استید یک طرف بر رفته نگاه کردید است اکنون باز بعد وایما اپاراتورهای خوش کردگی نمیشد یه خدای و قراول هم یک طرف استید می بخشتم و همه خورفتگی آدم چی کاره گفتم وقتی سوال می حاضر مارشروت کچین راننده مارشروت گفتم یا بار یک طرف استید تا همه یک طرف استن دری همون جراحی و ایش در سخت باشد حالا کسل خسته خانی بویت می اینجا در سخت تو بگیرم همین خیلی راننده های مارشروت که با همین خیلی یک شوخی است لیکن در اصل گیریم اگر امروز ها در مارشروت که وقتی که می رویم متاسفانه گوییم هستن نفرانی که طرز معاشرتشون رو نمیدونن اونجا لیکن من طریق این برنامه گفتنی هستم که همین مارشروت که نشستید می کمتر خنده کرده در اومده السلام علیکم من این راهگیر رو گفته اول دوده بعد گذشته نشسته پیشتر خسته جای میدادن همین خیلی نمی پیشتر یک آدمی کلان یا یک زنی حامله میدارم در از جایشون میخواستن مرمت شنید حاضر وقتی که زنی حامله یا یگان پیرمرد درآدگر همه خوابش میبرد چی میخیل مخیم جون و یک حادثه را انمی مسئله خطی انمی صحبت خطی یک حادثه را من انا میخیل آدم نغز میبینم کدامش گپ زنی در یک واقعا میگه که استاد گپ زنی انا میخیل یک تا مستفید خب مستفید استادگی در اتوبوس راست همون چیز قبیدگی استادگی آهنشه بعد پیشش ده یک تا بچه خب یک تا بچه اشتگی و تماشا کرده است تلفن تماشا کرده است گویو که مستفید نمیبیند وای کرده است بعد میروند خیلی پای وای مستفید مونده میشود بعد میگه که بچه‌ام کو همون تلفن تا نگاه کو ما در بر درست ایستادگی هستم و نیستم همین یک جا نشسته گفتیان که همین تمام دنیا میبینیم و تاجیکستان گفته که دولت های همه پیر آدم چننده سانی تاجیکستان ما میریم خیلی اکنون یک تا مسافت برآمده است 102 با برآمدگی 102 با برآمدگی گفته خودشون بسیار فخر کردند بعد اکنون نماینده تاجیکستان هم رفتیم تاجیکستان بخیر رفتیم بیایتون طرف رشت برفتیم یک مسافت اسب کتی همین دویده آمده است و امریکایی هم شما چند ساله؟ گفتم 105 گفتیان یک گوجه با 200 شما
پدرم من دفت درست کنم پدرتان چنانده گفت 120 چنانده هوایی چی میخواد وای کرسیان کاری بابا من نکردم گفتم بنابراین من میگم که تاجیکستانی عزیز ما باباها پدرای بسیار گرامی قدری هستند که در حقیقت سن و سال بسیار مبارک به هستند همین نگاه کنید استاد یک چیز سالهای آخر من نگاه کنم فیلم های بدیهی تاجیکستان شما نقش آفریدید نخواد که شما از تئاتر کینو بر روی آورده باشید و گذشته رفته باشید اون طرف یا چه اکنون مخیم جان سببی به کنار رفتن منم یک تصادفی بود خب تصادفی همین بود که یک وقت من رئیس کمیته اتفاق کسبه کارمندان کارخانه‌های مشترک کارخانه‌های خصوصی شرکت‌ها و تشکیلات‌های بین‌الخلقی تاجیکستان بودم خب در کابینت نشسته بودم که در تق شد در تق شد یک بچه درک شد اکو جمعخان سراج شما من گفتم ها شما رو در کینوستودیا انتظارن اوه من حیران شدم خود از خود من گفتم کی مرا انتظار است گفت که رژیسورهای فیلمی انا وای مرگ بیگناه من حیران شدم چی در کار باشم من بعد من رفتم که انا اصلا شور رحمت الله استاد نهایت گرامی قدری ما همراه یونس یوسف هر دو نشستگی من در اومدم و یک گفتن که شد انا می آدم من حیران شدم من گفتم چی شد همی آدم بعد یک تا ژورنال مرا دادن و گفتن همین ژورنال میخونی این پاوستی وای بود است کرامت الله میرزایف همین را میخونی با همین نقش با ابرازی چی بسیار وای کن خدرالی متوجه باش خیلی من رفتم خوندم ابراز خدرالی معلم من اومدم پگوشتم من گفتم نه من این نقش بازی نمیکنم برای آنکه پدری من 55 سال معلمن 55 سال تمام معلم ها از من خفه میشوند بعد من فهموندن که خیلی این خیلی گفته همه را من فهموندن بعد من روزی شدم این یکوبی نقشتون بود این نقش اولینی که من بازی کردم بعد همین نقش بعد من دعوت کردن دویم فیلم دایو بعد سوم فیلم دا کینو با کار کردن آسان می یا تئاتر می استاد با فکر شما با فکر من در کینو آسان‌تر است آسان‌تر است برای چی گوید برای چی برای اونی که در کینو اگر خطا شد دوم دوبل است سوم دوبل چهارم دوبل حتی تا دهم دوبله وای میکنن امکانیت دارن لیکن اگر در تئاتر خطا کنی تو در تگی بینی تماشا بینی نفس ویا را میشنوی تماشابین نفس تا میشنود اگر خطا کردی تمام برای همین من میدونم که شما با همراهی اکی طالب جان بابای فوتنام کس پارتنر یعنی که همکارتان عموما سفرهای هنری زیادی داشتتون هم تو خلاص در تمام گوشه و کنار تاجیکستان بودیتون خلاص من میخواستم که با همراهی همین اکی طالب یگان واقعی خنده آور شده باشد مثلا باره شده است که از سراسیمگی و کس کرته‌ای شما پوشیدگی شما کرته‌ای و آدم می برایتون که اندازه ها دیگه خیلی مخیم جان چخیلی که گفتید در سفرهای هنری هر گونه واقعه ها شدنش ممکن خب حتی همین خیلی واقعه های عجایب شدنش ممکن که هیچ فراموش نمیشود یکیش همونه که شما با سفر هنری اومدید در فیلارمونی دولتی برآمد داشتید کنسرت داشتید بله بعد من اومدم شما شتگی همه سلام علیک کردیم و بعد من شدم در پهلوی شما کنسرت به حضور داشتید من در کنسرت بودم بسیار به من معقول شد و اومدم و در پهلوی شما شدم بعد گفتم مخیم جان من بسیار خواهش میکنم همون زنکی که قطعتون بازی کرد که همون من قطع شناس کنید گلبهاره میگفتم من بعد شما گفتید گلبهاره نه اون دیگرش گفتم او یک تگه بود که همون را اونجا همون ویم شتگی سلیمان هم شتگی بعد شما گفتید که سلیمان از جد خیست بعد سلیمان خیست بعد گفت مرحمت شناس شوید بعد من گفتم نه آخی
اینجا نه یک زنک بود کو یک زنک همو را شنود کنید بعد گفته که همو زنک همینه که بعد سلیمان هم خندید گفت که همو زنک من یعنی که این از مهارت بلندی همون سلیمان درک میدود که در حقیقت بسیار نقص بازی کرد همین خیلی بازی کرد که من در حقیقت خیال کردم که این زن است و نه تنها من بلکه تمام نشستگی ها در زل بودگی کانی بودم با کنسرت منصودیم بعدی کنسرت وای میگیرن که سویا دست میگیرن آدمی بسیار در اومد بعد من خواهش کردم که همون پاسپانوی اکنون برورتون ما سر لباس پوشیدنمون نکرد همه برو ورسادن سلیمان سر لباس زنانه که وای هم برو وردیان اونجا بیرون کوچه بعد من گفتم نه آخر وای اکتور وای ضرورتون وای اینجا بنابراین من گمان میکنم که اگر از تحت دلمون کسبت دوست داشته شده همون با یک چی بگم وای تا گزاریگر یک چیز بهترین چیز میبره هم تو یک وقتی که در کلخوزو بود در سفر هنری ما در مکتب مکتبای میونه داریم نمایش داریم بعد همین بچه‌ها می اومدن دخترها می اومدن که سویا دست که بعد خیلی من مینویسم میدادم با یک بچه اومد تقریبا یک صنف 8 ده اون بچه بعد اومد و گفت که اکا شما چی مینویسین من گفتم تو نمیدونی گفت که نه من میبینم که بچه‌ها دا مینویسن دخترها دا کاغذ میتین من گفتم این کاغذ رو میگیری کاغذ نوشتگی مرا میرای بزرگ دا میدروی کارتوشکا درست کرده میتی اکا ما این کاغذ گیر 5 کیلو کارتوشکا 5 کیلو پیاز 5 کیلو سبزی انا میخیل من داته این بچه ها میرواد بزرگ میدروید سوداگر میگه اکا من 5 کیلو کارتوشکا بکش 5 کیلو کارتوشکا میکشه 5 کیلو پیاز بکش 5 کیلو سبزی بکش میکشه بعد میگه پولش ته من میگه کاغذ میکشه سویا دستی جمعه او من احمق کرده گفته این بچه را همه خیل میزند که یکی داویده گریسته اومد پیش ما ای اکا شما ما را احمق کردین ما گفتم چه احمق کردیم او شما گفتین که 5 کیلو چی میدن من دادم یک چرا قریب بزنه بکشم این خیل بچه ها هم هست اولین بار تئاتر رفتگی بوده همون خشلو بعد ما تمام کردیم نمایش گفتیم خیلی با همین نمایش ما با خیر از همه آمدن بلیتورا ما که بلیتا پول میدم که استاد من این زمانه من حیران میشم برای چی گویید همین نگاه کنید کودک تولد میشد با چی میگوید این فشارش بلند پیشتر این خیلی نبود کو کودک با روانشناس در کار چی با این باید کار کنه روانشناس پیشتر روانشناس تسمه پدر و مادر بود اما تسمه شون که یک تمی فروورن جای ملایم با روانشناس کارش میکردن همش خوب خلاص تصور میکنیم آفریقا منطقه آفریقا تگی یک پالما درختی پالما با بالاش با میمون انا مادینه نارینه نشستگی بالای درخت بیو یک سنگ پشت پایان به همون درخت با میبرامدگی سو سنگ پشت میبرد میافتاد بعد همون میمونی مادینه نارینه به نیوکره داداش خیلی بیاید گویی ما خیلی تو فرزندی مانی موتیه گرفته کلان کریم گفته مراد پدرش و نارینهش گفته است که بچه استرس نکن گفته است یک لطیفه درباره همین باغی زردالو یک بچه برامده سمکه که دوزی دارد دوزی است یک نفر آمده است همین گوشش قبیده است و تو احمق دوزی میکنی من توی حوض نزد پدرت میبرم رفتیم گفتم دور بنرویم پدرم وای درختان رفته است اصلا گیریم اگر حیات عجایب ده استاد همین نگاه کنید درخت من لیکن بسیار خوشنودم که امروز با همراهی شما بر این استادا صحبت کردیم من باز میخواستم که در برنامه‌های دیگری ما شما مهمان گردید و البته درباره همین حجوی اصیل یک کم گفته ایستادم همین بهترین یک دولت است خب برای تشریفتون من میnnتداری خیش بیان می‌سازم سلامت باشید میnnتداری تمام اهل بیت تهیه‌گران این برنامه باوری دارم شما باز مهمانی ما شده میستید امروز دوستان عزیز و ارجمند در مهمانی ما بودند هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان اکای جمعه خان سیراجوف من البته باوری کامل دارم که طالب جان اکام البته ما به تشریف میارند آچی بیکه و زیکا ان شاء الله استاد رحمتای کلام تماشاگران عزیز و ارجمند رسیدیم به فرجام برنامه امروزه من گفتنی هستم که در لبانتان بگذار همیشه خنده باشد خانه‌تان آباد باشد همه وقت تبسم کنید دوستان تبسم کردن چهره آدم به میزیبد خیر